دوستان قرآن، سوره یاسین آیات 74 الی 83 با موضوع بی‌توجهی انسان به فرایند آفرینش خود و در نتیجه انکار و تمسخر معاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتخذوا من دون الله آلهة، و کافران به جای خدای یکتا خدایانی گرفتند. لعلهم ینصرون، شاید یاری شوند. لا یستطیعون نصرهم، آنها یاری ایشان نتوانند کرد. و هم لهم جند محضرون، و ایشان یعنی کافران برای آنها لشکری احضار شده باشند که با هم به دوزخ روند. فلا یحزنک قولهم، پس مبادا گفتارشان تو را اندوهگین کند. انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، که قطعا ما آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می سازند می دانیم. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه، آیا آدمی ندیده است که ما او را از نطفه ای ناچیز آفریدیم؟ فاذا هو خصیم مبین، با این وصف اینک ستیزنده ای آشکار است. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد. قال من یحیی العظام و هی رمیم، گفت چه کسی این استخوان‌ها را زنده می کند در حالی که پوسیده است؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره، بگو همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آفریدش. و هو بكل خلق علیم، و او به هر آفریده ای داناست. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، همان که برای شما از درخت سبز تر آتشی خشک و سوزان پدید آورد. فاذا انتم منه توقدون، اینک شما از آن شعله می افروزید. اولیس الذی خلق السماوات والارض، آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده است بقادر علی ان یخلق مثلهم، قادر نیست که مانند ایشان را بیافریند؟ بلی و هو الخلاق العلیم، چرا؟ و اوست که آفریدگار داناست. انما امره اذا اراد شیئا، فرمانش تنها این است که چون چیزی را بخواهد ان یقول له کن فیکون، به آن گوید باش پس بیدرنگ موجود می شود. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون، پس منزه است آن که مالکیت و فرمان روایی هر چیز به دست اوست و به سوی او بازگردانده می شوید. صدق الله العلی العظیم. اگر این سبک قرائت قرآن را پسندیدید، برای تشویق ما به ادامه این راه ویدیو را لایک کنید و برای آغاز دوستی با قرآن کانال دوستان قرآن را عضو شوید. همچنین اگر نظراتی برای افزایش کیفیت کارهای بعدی دارید، بسیار ممنون میشم اون رو در نظرات مطرح کنید. متشکرم.